چطوری؟ باز من اومدم. خب بریم سراغ داستان محمد بدون مقدمه. داستان تا اونجایی رسوندیم که محمد رفته بود توی غار حرا تمرین سواد و خوندن و نوشتن بکنه که اون خوابو دید که فکر کرد یه نفر اومده بهش میگه بخون. خلاصه برگردیم سراغ داستان. بعد از اینکه محمد اون خواب رو توی غار دید دیگه از ترس نتونست بره به اون غار و نهضت سواد آموزیش هم کلا مالیده شد. محمد بعد از ازدواج با خدیجه دوباره داخل آدم حساب می شده و با وجود اینکه هیچ کار و شغلی نداشته دلخوش به دمخور شدن با دوستا و فامیلای خدیجه شده بوده که به خاطر خدیجه البته اون رو توی جمع خودشون راه داده بودن. این جمع جدید متشکل از آدمای پولدار، باسواد و مهم مکه بودن که از نظر سنی هم البته جوان بودن و یا تفاوت سنی چندانی با محمد نداشتن. بچه مشترک همه آدمای توی این گروه به غیر از مهم بودن آروهای روشنفکریشون بوده. همه به بتپرستی به چشم دین عوام و دین بیکلاسا نگاه میکردن و میگفتن ما نیازی به دینی داریم که ما رو از فقرا و عوام جدا بکنه، چون ما بالاخره با کلاسای مکه حساب میشیم. از جمله اعضای این گروه ابوبکر که بعدا میشه خلیفه اول، طلحه، سعد ابن ابی وقاص، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف و ورقة ابن نوفل بودن که البته این ورقة ابن نوفل فامیل خدیجه بود، همونی بود که داستانشو دفعه پیش براتون تعریف کردم که خدیجه میره پیشش میگه این محمد رو کسخل کردی و این ورقه همون بود که در واقع به محمد سواد داشته یاد میداده. خب ورقه چند سال پیش قبل از این قضیه ها از بتپرستی برگشته بود و همراه 3-4 تا دیگه کلا دینش عوض کرده بود. ورقه مسیحی شده بود و پوز دین جدیدشو میداده. بقیه اعضای گروه که اسمشونو بردم خیلی از دین مسیحیت و یهودیت استقبال نکردن، چون اساس این دینا عربی نبود و به سنت‌های عربی هم توجهی نشده بود توی این دین‌ها. جمع روشنفکر همیشه حسرت می‌خوردن که چرا همه ادیان توی منطقه سوریه و فلسطین اومدن و حتی یه نصف دین توی عربستان نازل نشده که به درد ما عربا بخوره. محمد هم که از برکت وجود خدیجه از چوپونی و همصحبتی با بوسها و همصحبتی با روشنفکرای مکه رسیده بود توی این شب نشینی ها شرکت میکرده. کم کم هم با اونا هم نظر میشه. البته فراموش نکنیم که زمان بچگی همونطوری که براتون گفتم محمد چند ماهی رو با بحیرا گذرونده بوده و جست و گریخته هم از این ور اون ور راجع به یهودیت و مسیحیت یه چیزایی شنیده بوده. ابوبکر کم کم فکر اختراع دین جدید به نظرش میرسه، ولی میدونسته که ادعای پیامبری کردن ممکنه به بهای از دست دادن جونش تموم بشه. فکر میکنه که نیاز به یه نفر آدم ساده لوح داره که به اندازه کافی کسخل باشه و متوهم که از خطرات سر راه با خبر نشه یا کلا نترسه از این خطرها. اگرم کشته شده دیگه. کشته شدن چیز مهمی نباشه که خطری واسه جون ابوبکر و یا پولش
حساب بشه. همه اعضای گروه خطرات سر راه واسه پیامبر شدن رو میدیدن و هیچ کدوم حاضر نبودن گردن بگیرن که در واقع بگن ما پیامبریم و دین جدید آوردیم. که یهو ابوبکر چشمش میفته به محمد، میگه بذار با این مردیگم صحبت کنم ببینم چی میگه. این هم ساده لوح و متوهمه، هم کسخلی میشه راحت خرش کرد. و چون از یه خانواده محترم مکه اومده، زیاد کسی با خودش و کاراش حرفاش احتمالاً کاری نداره. کم کم این ابوبکر پنهانی شروع میکنه با محمد حرف زدن و مخشو پخته. محمد متوهم هم یاد اون خواب عجیبش توی غار میافته که 3 سال پیش اتفاق افتاده بوده و اون رو واسه ابوبکر تعریف میکنه. ابوبکر میگه بیا، تو اصلا پیامبر شده بودی خبر نداری، اونم وحی بوده. محمد یکم کلش رو میخارونه، منمن میکنه، ولی به هر حال باورش میشه. میره خونه و به خدیجه و علی و زبر غلامش جریان و سر شام میگه. اونا هم قول میدن که از محمد حمایت کنن. البته نباید فراموش کنیم از جمع اسلام آورندگان اولیه خدیجه خب زن محمد بوده و طبیعی بوده از شوهرش حمایت کنه. کما اینکه زن این آخونده و سپاهی ها با وجود این همه جنایت شوهرشون، با وجود اینکه این همه جنایت های شوهراشون رو میبینن، تا حالا یک کدومشون هم نیومدن بگن من با کارهای شوهرم که دزد و قاتله مخالفم. هیچ کدوم. نفر دوم علی 11-12 ساله بوده که خودش اصلا زیر دست محمد بزرگ شده بوده از بچگی و خودشون مدیون به محمد میدونسته. خب اونم طبیعی بوده که قبول کنه. یه بچه چه انتظاری داری؟ نفر آخر هم زید بوده، همون غلام محمد که جریانشو توی ویدیوی محمد و خدیجه، ازدواج محمد و خدیجه براتون تعریف کردم. این هم که خب غلام خانواده بوده و قدرت تصمیم گیری از طرف خودش نداشته. از طرفی هم این روابط پنهانیش با خدیجه اون موقع هم بوده و نمیخواستی که خدیجه رو ناراحت کنه. خلاصه این 3 نفر مثلا ایمان میارن. محمد خوشحال و خندون فرداش برمیگرده پیش ابوبکر و بهش جریان شب قبل رو میگه. 3 تا طرفدار پیدا کردم. ابوبکر هم که میبینه یارو کلا رفته توی نقش پیامبری و باورش شده جریان، به محمد میگه چی میگه؟ میگه به دین تو من ایمان میارم. ابوبکر هم مسلمون میشه مثلا. حالا خودش در واقع همه چی رو به وجود آورده، بعد خودش هم مثلا میگه ببین این دین بوده منم مسلمان شدم. الانم میرم با بقیه بچه های گروه صحبت میکنم و راضیشون میکنم که به دین تو ایمان بیارن. تو هم توی این فرصت با فک و فامیلت حرف بزن، ببین میتونی چند تا حامی و در واقع فن پیدا بکنی بین فک و فامیلات. محمد کلا از این دست آدم های کسخل بوده
که بقیه واسه این که بخندن شیرشون میکردن و مینداختنشون جلو. نمونه این جور آدما الان توی اینستاگرام زیادن. مثلا مثل این کسگم یا این یارو آمریکا اسرائیل یا اون یارو که فکر میکنه کارگردانه ملکی. وقتی توی جمع محمد وقتی توی جمع این رفقا بوده بهش شراب میدادن و از اونی هم که بوده کسخل‌تر میشده و بقیه میخندیدن حسابی بهش. واسه همین محمد خیلی از مشروب خوردن خوشش نمیومده، چون مجبور بوده کنار اینا بخوره، بعدم تحقیرش میکرده، چون هم کسخل بازی در می آورده بعد مشروب خوردن، هم البته الان که میگفته من مثلا پیامبر شدم، اگه مشروب میخورده ممکن بوده که کلا همه چی یادش بره، بیافته به مستی و راستی کلا نقشه رو لو بده. خب پس از مشروب خیلی خوشش نمیاد. خب واسه همین همه عموها و پسر عموهاشو شب دعوت میکنه و به جای شراب که معمول بوده واسه پذیرایی شیر میاره. خلاصه همه میان و محمد نون و شیر میاره واسه شام. یکم حال همه گرفته میشه، میبینن محمد بعد 90 بوقی مهمونی گرفته، این از غذاش که نون خالیه، اونم از نوشیدنیش که به جای شراب شیر آورده. خلاصه شام تموم میشه که محمد پا میشه، میگه غرض از مزاحمت اینه که بنده 3 سال پیش به پیامبری مبعوث شدم. گفتم شمارم در جریان بذارم، بگم به هم ایمان بیارید لطفا. بعد همه هاج و واج اینجوری نگاه میکنن، میگن چی میگه این کسخل فامیل ما. بعد یهو میگه کیه که به من ایمان بیاره از بین شما؟ علی که خب بچه بوده و قبلا انگار با محمد هم یه جورایی هماهنگ کرده بوده، دستش میبره بالا میگه من. محمد میگه بشین بچه. باز میپرسه کیه که به من ایمان بیاره؟ باز علی دستش میبره بالا، باز میگه بشین. باز میپرسه کیه که به من ایمان بیاره؟ باز هم همینجوری نگاه میکنه، فقط علی دستش میبره بالا. حالا این علی قبلش خودش به محمد ایمان آورده بوده، نمیدونم چرا میخواسته وانمود کنه تو مهمونی که قبلا چیزی نشنیده بوده و اونجا مثل بقیه شنیده و یهو متحول شده و ایمان آورده. حالا شیعیان عزیز اینجا میگن که محمد دست علی رو بعد از این قضیه میبره بالا، میگه این برادر و جانشین منه. یکی نیست بگه مگه کسی پیامبریت رو قبول کرده که تو واسه خودت جانشین تعیین میکنی این وسط؟ انگار مثل این میمونه که دست یه بچه رو بگیری ببری توی ساختمون مرکزی شرکت گوگل، داد بزنی اون وسط کیه که منو به مدیر عاملی اینجا قبول بکنه؟ بعد همینجوری هاج و واج ساکت نگاه کنه. بچه فقط بگه من قبولت میکنم، بعد تو بگی این قائم مقام منه. خداییش مردم همچین صحنه ای رو ببینن یا کت بسته میبرن دیوونه خونه یا آزمایش مواد ازت میگیرن. خلاصه از داستان دور نشیم.
ابولهب که از سر شب با دیدن شام داشته حرص میخورده، با شنیدن این کسچرا دیگه طاقتش تاق میشه. پا میشه و با عصبانیت مجلس رو میخواد ترک بکنه که دم در داد میزنه دستت بشکنه محمد با این مهمونی تخمیت که وقت ما رو ملکی گرفتی. که اینجا محمد که حسابی ضایع شده بوده کینه ابولهب رو به دل میگیره. فراموش نکنین که اون موقع ابولهب پدر شوهر 2 تا از دختره محمد بوده. اینجا که محمد کینه ابولهب رو گرفته بوده، سوره لهب رو چند روز بعد میسراید که توش میگه دستت بریده باشه ابولهب و بقیه ماجرا. این ادعای پیامبری محمد انقدر خنده‌دار بوده که همه فکر میکردن اگه خب 3 سال پیش بهت وحی شده چرا همون موقع نیومدی وسط مکه داد بزنی من پیامبر شدم؟ چرا 3 سال بعد اومدی؟ اونم از ترست اومدی فقط سراغ ما؟ چه دلیلی به جز سوء استفاده از ارق قبیله‌ای داشتی که اومدی اول سراغ ما فک و فامیلات؟ فکر کردیم ما فک و فامیل تیم هرچی بگی حمایت میکنیم ازت؟ اگه جز اینه؟ یا اگه پیامبر شدی واسه همه آدما باید مساوی باشن، مردم عادی و فامیل. چرا اول اومدی سراغ ما؟ چرا نرفتی وسط مکه؟ اگه فکر میکردی راست میگی. چرا کتابتو با خودت نیاوردی؟ خب همه پیامبرا دین دارن، یه کتابی هم دارن که محمد البته بعدا فکر میکنه کتاب میخوام، که شروع میکنه قرآن و سرودن و بهش میگن چرا اصلا معجزه نداری؟ که البته خب محمد در مورد این قضیه هیچ کاری بعدا نمیتونه بکنه جز اینکه 1-2 تا آیه بیاری که از من معجزه میخوان و من معجزه ندارم. خب داستانو همینجا تمومش کنیم. دفعه بعد ادامه دعوت اسلام توسط محمد رو از همینجا ادامه میدیم. تا ویدیوهای بعدی فعلا